گفته که اگر تابع فلان ضابطه وارون تابع فلان باشد مقدار آ کدام است. یعنی آقا من یه تابعی دارم fx مساویه با ax به علاوه آ رادیکال x. مسئله وارون تابع رو هم به همون داده. وارون این تابع هم x به علاوه 2/4 منهای رادیکال x به علاوه 1/2. خب خیلی از بچه ها میان میگن که خب آقا بیا این تابع f رو وارون کن مساوی f منهای 1 قرار بده. میگم خب نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این تابع فی که من دارم 2 تا x داره. نمیتونم x رو بر حسب y تنها کنم و تابع رو وارون کنم. پس چی کار کنم؟ یه تابعی به من داده، نمیتونم وارونشم بکنم که با وارونش مساوی قرار بدم مجهولاتم رو به دست بیارم. چی کار میکنم؟ باز روش نقطه گذاری میرم. میام یک نقطه دلخواه راحت روی تابع F میگیرم. مثلا x رو میدم 1 به خاطر اینکه رادیکالش راحت حساب میشه. حالا 4 9 یه چیزی که جذر کامل هم داشته باشه. x رو بدم 1 میشه آ ضرب در 1 آ ضرب در 1 حاصل ایگرگش میشود 2a. این نقطه روی تابع F. خب وقتی این نقطه روی تابع F، پس برعکس این نقطه یعنی 2a و 1 روی تابع f منهای 1. یعنی در داخل تابع f منهای 1 صدق میکنه. خب صدق میدم. ایگرگش رو میذارم 1، ایکسش رو میذارم 2a، ایکسش رو میذارم 2a، ایگرگش هم 1. نیازی هم نیست این معادله رو حل بکنم چون توی گزینه ها مقدار آ رو به هم داده. با توجه به گزینه ها ببینم آ رو چند بذارم. بیام اول 4 رو امتحان کنم. چیزایی رو امتحان بکن که از زیر رادیکال بیاد بیرون. الان مثلا 4 رو بذاریم میاد بیرون. یا مثلا اگر که ارزم به حضورت عدد دیگه مثلا 2 رو میذاشتیم نمی اومد بیرون، یا 3 رو میذاشتیم میشد 7، یا 9 رو میذاشتیم میشد 19. به خاطر این 4 انتخاب کردم که از زیر رادیکال بیاد بیرون چون اون سمت چپش رونده عددش. خب 4 رو بذارم تو تیکه اول چی میده بهم؟ میشه 8 به علاوه 2 میشه 10/4 میشه 5/2. این ورم 4 رو بذارم میشه رادیکال 9 میشه 3/2. خب 5/2 منهای 3/2 میشه 2/2 میشه 1 دیگه. پس بنابراین آ مساوی 4 با توجه به گزینه ها در داخل رابطه صدق میکنه و خیلی راحت ما میتونیم از اینجا مقدار آ رو